یک دختری بود در وقتی دانشگاه خواندنمون که بسیاری بچه ها او را غم میدادند، اما یگان تاش به مقصدشون نرسیدند. بعد یک پسر با او فاتحه کرد و بعد شرمنده کردنش او را پرتافته رفت. حاضر دختر حامله دار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. الله مهربان دعا میکنم که خداوند میل‌های شما را، محبت‌های شما را با به سوی دینش زیاد بگرداند. و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری ها را شفای کامل دهد. مهاجرها و مسافرهایی که از این ملک ما هستند، خدا همگی تان کاراتون در برار و برکت دهد. سختی ها و مشکلات هاتون با فضل کرمش دور گرداند. و امروز که بسیاری شما سعی و تلاش دارین که خاندان تان بیاین، به وطن تان بیاین، خدای مهربان این ساعت ها و این روزها را هم برای شما آسان گردانم. و اینم که سببش این دردی بگیم بیماری عالمگیر شده است، خدای مهربان این درد هم از بالای جمیع عالم، از جمیع مردم خدای مهربان دور بگردانم. و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما، در این دیار ما همیشه خوشی ها و همیشه خوبی ها را بردوام نگه دارد. و هر کسی که امروز نیتی نیک دارد، گمانی نیک دارد، همیشه گویم قدمی نیک دارد، خداوند خیر دنیا و آخرت نصیبش بگرداند. همه گذشتگان ما را خدا رحمت و مغفرت کنه و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک مونه با فضل کرمت حاصل بگردانی. برادران عزیز و گرامی، یک چند سوال هایی هست که میخواهم جوابش را با سمع شما رسانم. الحال انشاءالله شروع میکنیم. سوال اولی که بر من آمده است، گفتن در ارمیای روسیه نمازخوانی میمانند، در آنجا کار کردن جایز است؟ چون که بسیاری ها میگویند که حرام است. برادرای عزیز و گرامی، سوال دادن که یعنی در گویم همون ارمیای روسیه، یه ارمیای روسیه برادرای در همه کشورهای دنیا هست، در خود روسیه، در خود تاجیکستان، یعنی در بسیاری از دولت‌های روی عالم، در خود قرقیزستان، ازبکستان، همه جا این ارمیای بگیم روسیه که یک دولتی بسیار ابرقدرت است، بسیار دولتی بزرگ است، گویم امروز هیچ کمی از دیگر دولت‌هایی که مثل امریکا و مثل دیگر دولت‌ها هست هم کمی ندارد. یعنی در هر جا اینها بخشون پایگاه ها می سازند برای حفظ خودشان، برای حفظ مملکت خودشان. پس در هر ملک همون نماینده های هر یک شهری که هست رفته در همون پولکا بگیم یا در همون پایگاه بگیم همراه همون عروس ها خدمت میکنن، جا معاش میگیرن. البته برادر عزیز یگان زیان ندارد. بسیاری از همین تاجیکای ما در داخل همین پایگاه هایی که در همین جا دارن میبینی رانندگی میکنن، میبینی که مقصد در همون آشخانه ها کار میکنن، یا کدامش مثال بگیم که همون یک گفتی اصطلاح امروزه کنترکت بستگیان، شرطنامه کردگیان. برای همین یگان زیان و ضرری ندارد این کار کردن. و بسیاری از برادرای ما هم مثال میگن انا ما در روسیه هستیم، مقصد در صف ارمیش هستیم. اکا وقتی که شما برادرای عزیز همون شهروند روسیه که شدین،
شما همو بگیم شهروندی را که گرفتگی هستین، شما باید که از قانونی همون دولت که دیگه اطاعت کنین. الله مهربان میگه فتقوا الله ما استطعتم، با مقدار همون استطاعتی که داری از خدا بترس. در هر جا که باشی آدم از خدا ترسیدن به هیچ یک جای و مکان وابستگی نداره. در هر جا انسان از خدا بترسد، خب یعنی برای او اجازت هست. از این لحاظ یعنی خدمت کردن یا در همون داخل با اونها یک جای کار کردن یگان گناهی نداره. چه خیلی تاجرای ما میرن از اونجا مال میگیرن، یعنی معامله کاری دارن که یعنی کار کردن با آدمی غیر مسلمان هم هیچ زیانی نداره. ما فقط مسلمان ها در یک کار از اونها پیروی نمیکنیم که اعتقاد اونها را نسبت دین شناسی و خدا شناسیشون قبول نداره. ما الحمدلله مسلمانیم و الله ما به مثل بیمانند یکتاست، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است، کتاب ما قرآن است. ولی در دیگر هر معامله که باشد با آنها همکاری کردن برادرای عزیز یگان گناه و زیانی ندارد. یک دختری بود در وقت دانشگاه خواندنمون که بسیاری بچه ها او را غم میدادند، اما یگان تاش به مقصدشون نرسیدند. بعد یک پسر با او فاتحه کرد و بعد شرمنده کردنش او را پرتافته رفت. حاضر دختر حامله دار من باشم، با یک دختری خویشمان در فاتحه هستم. من فاتحه هم را با دختری خویشمان گردانم و به خاطر خدا و آبروی همین دختری حامله با او ازدواج کنم، گناهگار می شوم یا ثواب می گیرم؟ التماس یک مصلحت خوب دهید بابا جان. برادر عزیز و گرامی، بسیار یک بچه خوبی بود است. کدام همسینفشون مقصد فاتحه کردن، این دختره که مقصد حامله دار کردن، آلی تا نکاح نارسیده و تا توی نکرده مقصد از این دختر جدا شدن. این حالتی دخترم حالتی ناگواره. این بچه که برای آبروی هم دخترک نریزد، حتی خودش در فاتحه های این رحم بینیم برادر عزیز، خودش در فاتحه های میگه که من مقصد ای فاتحه هم بگردم همین را بگیرم تا همین دخترک شرمنده نشوه. اگه من توصیهم برادر عزیز این است که شما از فاتحه تا نگردید. آنی را که پدر و مادر قطعی مصلحت کردین، با پدر و مادر قطعی یعنی رفته و این فاتحه را که با او کردین وقتی این را میگردانین، حالا این غمخواری شما دیگه معنی نداره. بین اینجا در یک کاری ثواب نیت داری، اونجا یک کاری ثواب ایدست میتی، یعنی اونجا شرمنده میکنی و اینجا در ایشا مثال بگیم دستگیری میکنی. برای همین این کار دادر عزیز نکنین. همون فاتحه که داشتین با همون دخترک شما انشاءالله ازدواج کنین و برای این غم خوردگید، برای این رحم کردگید تو انشاءالله پیشگوی خدا را ثواب میگیری. فقط دعا که خدای مهربان این خواهرای ما این خیلی فریب نخورن، این دادرای ما با این بدبختی دست نزنن. شما این دعا کنین، این کارها را شما حرکت کنین که مقصد مردم از این خیلی کارها منع کنین. ولی حاضره ده تو هیچ وقت از فاتحه بر نگرد. فاتحه تا مثال تا توی رفته برسان، خانه تان ده بخوشی و خرسندی مثال آیله تا ببر، زندگی اکاتون خوب کنین و خب در حق او دخترک دعا کنین. انشاءالله خدای مهربان شاید اکی کار کرد از پشیمان می شود، با برای آینده زندگیش یک درس هم می شود. ما هم دعا میکنیم که خداوند این شرمندگی ها و این مشکلات ها را ای بالای این ملت و ای بالای علال خصوص این خواهر ما دور گردانه و یکان آدمه که خوبی نیک بیا و زندگی نیک علا نصیبش گردانه. یک سوالی دیگر آخران میخونم انشاءالله بعد دعا میکنیم. میگه زنی که 3 مراتبه دوگانیگ یا سگانیگ به دنیا میارد، با آن زن
همخوابگی جایز است یا نه. یعنی یک زنی که ببین 2 بار یا 3 بار دوگانگی میکنن. در مردم ما ای وقتش این گپ ها بود که وقتی زنک 3 بار اگر دوگانی کرد، این زن دیگر مقصد بی خاتون میگن و یا خلیفه میکنن میگه و هر خیل چیزهای را مثال مردم به زبان می آوردن و گویا که دیگر با این زن زندگی یا همخوابگی درست نیست. نه، این حرفا برادر عزیز هیچ جای نداره. انشاءالله این زنک بسیار زنک که با سعادت های. ببینید یک خوبیش همیه که در 3 سال 6 تا فرزند آورده، ولی برای 6 فرزند 6 سال در کار بود. یک مرحمت الهی هم برای زن هم برای مردک. برای همین یعنی با این نکاح بریده شود، با این زندگی دیگر درست نشود، با این همخوابگی نادرسته، نه، همه این گپ ها سفسطن، همه این گپ ها یگان گپ های بگوییم که ایتا پایدار نیست، ای نگاه شریعت نیست. برای همین برعکس این خیل زنه برادر عزیز باید که شما احترام دیگر داشته باشید، با محبتون به این خیل زن باید زیادتر باشد، با در حقش دعا کنید. خدای مهربان ایماناتون کامل کند، خاتماتون بخیر کند و الله مهربان دعا کنیم که این سوالهایی را که برادرای ما خواهرای ما ارسال میکنند که سببی با دانستن هزارها آدم دیگه می شود، خدای مهربان عمر دراز ایمان کامل تانتید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب.